امروز ببینید فرزندو کلان میشوند قدیمون میشینند در سر دسترخوان نه ما وقت داریم که نصیحتشون کنیم نه همون فرزندو وقتی گوش کردن نصیحت دارند در دست همه تلفن همه به همین تلفن خونه سوخته سرگردانند این تلفن ایا جهت خوبه ایا جهت دیگه بسیار نقش منفی بازی میکنه مهر و محبت گم کرده است او زمانایی بود که پدر یگان قصه که زمان جوانی یگان نصیحت میکرد دیگه همه در دست تلفن در فیسبوک بازی دارن نمیدونم در اینستاگرام گشته استیان همه را گم کردن از برای خدا دیدم بسیار زیق شدم بخدا در گرد خونه خدا شاید که 60-70% حجیات در دستشون تلفن 60-70% اکوجا حساب کرده نمیشم با اکثر مردم در دست تلفن یا سلفی کرده استیان یا واتساپ هم مونده است انا ایجا فلانه انا قطعی کسی گپ زده است دیگه همون محبتی که خونه خدا را میدیدیم چشم و لقلقی آور میشید گریه میکردیم پیش خدا تضرع بندگی میکردیم. سلام دوستان بسیاری شما از پروستاتیت تقسیم میکشیده مرحمت برادرها به شما توصیه میتونم полноценный کورس лечения برای پروستاتیت ان شاء الله که هم مردونگی بخواد میکنه همچنین желание هم خوبگی خوب میکنه هم برای گرده معده قد رودها به حد افکتیو تریلیبوس ماسین دو دونه روغن خیلبا یک تا قیصل هندی دو پاچکا فیتو سویچا. غیر از این شرکت شفافارما برای شما هجامه به پول را پیشنهاد می‌نماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارند هم رفته هجامه کنند هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. انا حضرت مادرمان سلمه رضی الله تعالی عنها از شوهر اولش از ابو سلمه دو فرزند داشت. عمر و یک دخترچه دیگر داشته است. همین عمر ابن ابو سلمه میگه روایت دارد از صحیح بخاری اومدگی یک روز میگه اومدم ای کوچه و گشنه بودم الک ای خروک برداشت است مادر میگه بالای دسترخوان مونده است همین اومدم قبل زدم که حضرت دست ما خپید میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت یا غلام سم الله. غلام اصلا کلمه عربی است به این معنی به معنی در زمان خودمون غلام یعنی که رب بشود ربی مقصد که ربی اصولی را در نظر دارم یعنی که یک نوکر چوکر همتری در صورتی که در زبان عربی غلام پسر نابالغ میگن پسرچه پسر گفت بسم الله گفت پیش او که میخری بسم الله بوده شیطان بگریزه قطعی شریک نشوه و کل بیمینک با دستی راستت بخبشو زیرا که شیطان با دستی چپش میخره مسلمان هیچ وقت با دستی چپ نمیخره و کل مما یلیک از پیشت بخور که برکتی بالای طبقه نپرانی تعبی برادرات خیره نکنی در وقتی طعام خوردن با لقمه دیگر کسان نگاه نکن فقط لقمه خود نگاه کن. ببینید ای گفتم خدا رحمت کنه این مسافید پدرمون و این همون مسافیدای همون اصل زمانه که همین سر تا پا آراسته با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن همین را ما تعلیم دادن. امروز ببینید فرزندو کلان میشوند قدیمون میشینند در سر دسترخوان نه ما وقت داریم که نصیحتشون کنیم نه همون فرزندو وقتی گوش کردن نصیحت دارند در دست همه تلفن همه به همین تلفن خونه سوخته سرگردانند. این تلفن ایا جهت خوبه ایا جهت دیگه بسیار نقش منفی بازی میکنه مهر و محبت گم کرده است دیگه همون چسبایش پیشینه که بود همون را گم کرده است. او زمانایی بود که پدر یگان قصه که زمان جوانی یگان نصیحت میکرد دیگه همه در دست تلفن در فیسبوک بازی دارن نمیدونم در اینستاگرام گشته استیان همه را گم کردن از برای خدا. همین سال 2022 در موسم حج فرضی انا شاید یک واقعه شده بسیار زیق شدم بخدا در گرد خونه خدا شاید که 60-70% حجیات در دستشون تلفن 60-70% اکوجا حساب کرده نمیشم با اکثر مردم در دست تلفن یا سلفی کرده استیان یا واتساپ هم مونده است انا ایجا فلانه انا قطعی کسی گپ زده است دیگه همون محبتی که خونه خدا را میدیدیم چشم و لقلقی آور میشید گریه میکردیم پیش خدا تضرع بندگی میکردیم افسوس صد افسوس که همین از بین رفته است اخیرش چی بشه همین سلفی بازیدن ما هم طبقه شعیب در یک موضع داشتیم جوره یاد گرفتن دیگه بچه ها بسیار جمع میشیدن همین سلفی با درجه سلفی میشید که الهی توبه ما میگفتم اکا بخیزه تواف کنیم
همه جای طواف، جای ذکر، جای عبادت، همین فقط صورتگیری ده. مردم همین تلفن بشه یا چک گرفته، هم در سر دسترخوان کشیشته، بچه هم تلفن را گم کنه. یک دهانه نصیحت کنه از برای خدا. نصیحتی پدر به فرزند همیشه مؤثره، تاثیر خچه داره. پدر کسی نباشه برای فرزند خچه اتوریته است. باور میکنه؟ ولی هم کودکایی که در کوچه جمع میکنن اکثرش به خاطر پدر و مادرشون جمع میکنن. یا پدر و مادرش یگون کس دشنام دوده جنگ قد به قد داره، یا که پدرش یگون طعنه میزنن میخیزه قد به قد میکنه. یعنی اتوریته تا که پدر در پیش فرزند داشت. همین باور کنه شاید در جوانی این جوانی یک گوشه دیوانگی او که اهمیت نتا نه که روای وقتی سن سالش رفت چپ کاملتر کرد آبا میگن خدا رحمت کنه پدر همیشه میگه گفته بود پدر نمیگه ولی همین سعی کنه بچه‌های عزیز فرزندان را دست نتین. اگر در عقیده اختلاف بغل تا قسم به خدا خانه ها خراب میشود، خانه زنبور خانه میشود. ببینید در یک خانه دو پدر عقیدهش دیگه و فرزند عقیدهش دیگه، یا که یا برادر عقیدهش دیگه و برادر دیگه عقیدهش دیگه، اونا بینشون هیچ وقت آرامی و تمکین و صلح صلاح نمیمونه. همین دشمنای خدا هم دشمنای دین مبین اسلام هم از همه چیز استفاده میبرن و این برای اونا را بسیار مهم و ضروره. ها تیشه در ریشه دین اسلام میزنن. به همین خاطر سعی کنه همون عقیده پاک و به اولایش اهل سنت و الجماعت در ذهن طفلکان موجود کنیم. غره نشه ها فلانی خیلی گفته است، فلانی گپ زده است، ملاهای ما جواب نمیگن. به خدا قسم برای جوابای او را گفتن کتاب زیاد در کار نیست. همین بزرگای اسلام اینم امام بیهقی را کتابش بگید جواب لبوی تشدد میشود. حجت دیگه با کانسپکت دیگر نیست. همین کتاب الاسماء و صفات امام بیهقی را بگید به خدا قسم دانه دانه جواب تمام همین مشبهه و مجسمه و همین را عیال و دودگی معطله و مقصد که طرفدارای جهم ابن صفوان و دیگرشان اونا برعکس یک میمون بازی میکنن، کلکن کرده یک حرفه که ایجون میگیرن. اینا ببینه امام بیهقی خودش گفته است که لکنه مستوین علی عرشه کما اخبر، خداوند مستوی است بر عرشش. بعد استوا را به معنای خچو میگیرن، به معنای جهتی میگیرن، به معنای همون علا و ارتفاعی ذاتی و حسی میگیرن، در صورتی که به همون بیهقی تهمت بزنن. اکمن در حق بعضیاش گمانی بد نمیبرم که حیله و نیرنگ میکنن، کلکن کرده بعضی کلمه را میگیرن. اما میگن که حسن الظن من حسن العباده. من گمان میکنم که بسیارش کتابای همون شیخای خچونه میخونن و شیخای گمراه کننده که عرب کلکن یا عباره علما گرفته و انا دیده فلانی خیل گفته است، امام اعظمی خیل گفته است، در صورتی که مغز گپ یکس میمونن، اساسی سخن یکس میمونن. خدا رحمت کنه امام بیهقی را. اگر همون عباره را تا آخرش بگن تمام سیر اسرارش خوش بشود. بیچاره ملاهای بورم نه هنر دارند، نه میل محبت دارند، نه یا رغبت شوق دارند که این مذهبی خودشو دفاع کنند، از عقیده اهل سنت و الجماعت دفاع کم ترک همین کتاب ورق بزنند. تنبلی بعد چی دیم از برای خدا. و ایلو همون امام بیهقی خودش تاکید میکنه و فی الجملتی در جمله میگن همون وقتی که کلمه استوا را میگن کو یجب ان یعلم ان استواء الله سبحانه و تعالی واجب است میگه دانستن هر یک مسلمان که استوای خدای تعالی که مقصد که ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى و این به این معناها است که مقصد میگه که این استوا لیس باستوای اعتدال عن اعوجاج، این راست کردن یگان چیزی کج نیست ولا استقرار فی مکان، این استقرار در مکان نیست که ترجمهش کنه که مستقر علی العرش، خداوند بر عرش استقرار یافته است. با این معنا و با این شکل نیست میگه. ببینید ولا مماثله لشیء من خلقه، این مماثله با یگان خلق با یگان آفرینشش نیست. لکنه مستوین علی عرشه کما اخبر بلا کیف بلا عین باین من جمیع خلقه. لیکن میگه خدای تعالی همه چیزی که در قرآنش بیان کرده است مستوی بر عرش است. خودش میگه مستوی بر عرش. کلمه استوا را باید ترجمه نکنی،
میگن نه ما ترجمهش میکنیم، ترجمه لغویش میکنیم، اما چگونگیش نمیدونیم. و وقتی ترجمه لغویش کردی او تفسیر میشه. تفسیر در صفات خبری خداوند این همون تشبیه های، تجسیم های، یکان چیز دیگر نیست. علی الخوری میگه من زعم ان لله مکانا فهو مشبه. کسی خدای تعالی در مکان حتی توهم میکنه، پرستوید میکنه که خدای تعالی مکان داره، این آدم مشبه های، از جمله مشبه های. عقیده اهل سنت و جماعت نیست. سبحان الله، ما در چی خیالیم، فلک در چی خیالیم. عجیب که ما همین دلیل میورن که این همین عبارهای همین امام بیهقی را این کتاب داره با نام الاعتقاد و الهدایه الی سبیل الرشاد، ای همون دلیل میورن که انا ببینه خودش گفته است که امام بیهقی گفته است که مستوین علی عرشه. امام بیهقی شرح میکنه که استوا یعنی چی. این استوا استقرار در یگان مکان است بدون کیفیت، یعنی ترجمهش نمیکنه. ولی هم ترجمه های روسی را ببینه، ترجمه روسی قرآن وقتی که اهل سنت و جماعت ترجمهش میکنن یا تفسیر را ببینه، همون که مقصد میگه که ثم استوى علی العرش ترجمه میکنن، میگه پتام استوى علی نترون نتسوین ترون. همین کلمه استوا را اورسو ترجمه نمیکنن، با یگان زبانی را ترجمه نمیکنن. میگه استوا نتسوین ترون، عرش ترجمه میکنه ترون. اما صفات خبری را وقتی ترجمه کردی این تفسیرش میشود. تفسیر کردن درست نیست. او کسایی که دعوا میکنن که ما در عقیده سلف صالح اهل تفویضیم، اونا تفسیر قبول ندارن. خدا رحمت کنه سفیان ابن عیینه در همه الاسماء و صفات امام بیهقی آورده است، میگه ما وصف الله به نفسه فی کتابه المبین فقراءته تفسیره. او چیزی که خدای تعالی در قرآن آورده است از همین صفات خبری، همون تفسیرش قرائت شد. همون عربی خطی آورده است و همون عربی میخونه باشه، تفسیرش قرائت شد. لیس لاحد ان یفسره بالعربیه ولو بالفارسیه. کسی حق نداره که این تفسیر کنه، نه به عربی و نه به فارسی. وقتی سینونیموش کلمه های مترادفش آوردی میشود تفسیر به عربی، وقتی به دیگه زبان ترجمهش کردی میشود تفسیر. در جای دیگه میگه که فتفسیره تلاوته و سکوت عنه. تفسیرش میگه فقط تلاوت یا آیت های سکوت کردن در موضوعش، در مقصد که در شرح توضیحش سکوت کردن. انا میره عقیده اهل تفویض میگن. خدا رحمت کنه این بیهقی را. میگه بعد قولی همین جاهلایی را که با بیهقی را دلیل میکنن مثال میورن رد میکنه در همینجا. میگه و ان اتیانه لیس باتیان من مکان الی مکان. اومدن حرکت خداوند، اومدن خدا، میگه اتا رب، اومد خدا. این اتیان میگه به معنای ایج و به جای دیگه رفتن و اومدن نیست. و ان مجیئه لیس بحرکت. مجیع اومدن خدا این حرکت نیست که ایج و به جای دیگه حرکت کنه. و ان نزوله لیس بنقلة من مکان الی مکان. هم میگه ینزل ربنا، خداوند نزول میکنه. همین جاهلا را دیده. ما اهل سنت و جماعت میگن نعوذ بالله، میگن هر شب خداوند با ذاتش ای عرش به سوی آسمان دنیا نزول میکنه. همین نعوذ بالله الله با یگان مخلوق قیاس میکنه. یعنی که خدای تعالی یک جدا هست بعد ترکش میکنه دیگه در اونجا نیست، بود در موضع دیگه. همین یک خنده آور ایده یا مسخره بازی ای. اصلا همون ابلهایی که خدای تعالی در مکان قرار میتن این فکر نمیکنن که چیکار کردستی. امکان نداره که بعضی آیات قرآن را بگیری با ظاهرش که خدا گفته است که با ظاهرش میگیریم، بعضی دیگر را با تعویل کنی که نه این را باید تعویل کنیم. مقصد که کاس می نبگیریمش، پریموی نه.